اگر قصد دارید اتصال اپل واچ به گوشی آیفون رو به هر دلیلی قطع کنید، من بهتون میگم که چجوری این کار رو انجام بدید. در ادامه ویدیو همراه من باشید. سلام، سحر هستم از کانال چگونه. قبل اینکه بریم سراغ آموزش ممنون میشم که منو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون مثل همیشه به من انرژی بدید برای ویدیوهای بیشتر. برای آمپر کردن اپل واچ دو روش وجود داره. آسون ترین روش استفاده از اپ خود اپل واچه که داخل گوشی هستش. حالا ما وارد اپ خود اپل واچ میشیم، گزینه جنرال رو میزنیم، میایم پایین و اینجا گزینه ریست رو میزنیم. اینجا ما 3 تا گزینه داریم. آخرین گزینه میاد همه اطلاعاتی که با اپل واچمون سینک شده مثل مسیجا، کانتکت ها اینا رو پاک میکنه. این گزینه دوم تمام فیسا و تمایی که ما توی اپل واچ نصب کردیم با این گزینه پاک میشه و گزینه اول هم که تمام اطلاعاتی که توی اپل واچمون سینک شده پاک میشه و کلا اپل واچمون مثل روز اول میشه که من الان همین گزینه اول رو انتخاب میکنم و بعد مجدد همین گزینه Erase All Content رو میزنم و مجدد بعد اینجا ازمون پسورد اپل آیدیمون رو میخواد. پسورد اپل آیدیمو وارد میکنم و گزینه ایریز رو میزنم. خب الان اپل واچ هم داره آمپر میشه و تمام داده هم پاک میشه. یه چند دقیقه طول میکشه این مرحله. آمپر تکمیل شد و الان اپل واچ آماده است تا به گوشی جدید پیر بشه. روش دوم از طریق خود اپل واچ انجام میشه که ما وارد منو میشیم، از اینجا وارد ستینگ میشیم و گزینه جنرال رو میزنیم و میایم این آخر گزینه ریست. اینجا 2 تا گزینه داریم. این گزینه برای اینه که میخوایم فیسا و تمایی که توی خود اپل واچ نصب کردیم و فقط پاک کنیم. این گزینه اول هم تموم اطلاعات و داده‌هایی که داریم این گزینه رو بزنیم حذف میشه که ما الان این گزینه رو میزنیم و اینجا ازمون رمزمون رو میخواد که وارد میکنیم. اینجا هم به همون میگه که تمام اختیار میده که تمام داده ها و اطلاعاتت پاک میشه. میخوای ادامه بدی که من این گزینه ایرز اول رو میزنم. این مرحله چند دقیقه طول میکشه. ما وای میسیم تا عملیاتش کامل انجام بشه. آمپر تکمیل شد و الان اپل واچ آماده است تا به گوشی جدید پیر بشه. حالا که اتصال اپل واچتون از گوشی قبلی قطع شد، اگه خواستید اون رو به یه گوشی جدیدی متصل کنید، من واسهتون قبلا ویدیوشو گرفتم. اگه خواستید میتونید برید و از اینجا ببینید. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. سابسکرایب یادتون نره، لایک و کامنت هم همینطور. خدا نگهدار.